امروز برای اولین بار تو ایران راز تویوپلس کردن تمام موتورهای ایرانی و چینی رو بهتون یاد میدیم به صورت تضمینی. بریم ادامه کلیپ رو ببینیم و میندازیم رو موتور و لذتش رو ببریم. ببینیم. خب اول بچه‌ها یه تویوب برمی‌دارین میارین، تویوب رو باز میکنین خیلی راحت، میندازین دور رینگ، قشنگ جا میزنین دور رینگ. دقت کنین اینجاشوها. وقتی که جا زدین ببینید دقیقاً درز تویوب رو با قیچی دقیقاً درز رو تا سر ببرین. اینجوری لاشو باز میکنین تویوب رو. این ور اون ور لاستیک رو حتما با روغن چرب کنید که سر بخوره، یعنی و لاستیک رو با دقت جا بزنین که لبه های تویوب بیرون بمونه. ببینید یه ذره با حوصله، فقط لبه ها که بیرون میمونه لاستیک به این صورت با تایلی برم جا میزنین و تموم میشه، لاستیک میره سر جاش. وقتی که رفت اضافیاشو میبرین. بچه ها دقت کنین، اضافی ها رو با حوصله ببرین و تمام و باد میزنین. ببینید همونجوری که میبینید به راحتی باد و نگه داشت و عالی.